رضایف رو آنجا تماشا کنیم. شادمان رضایف با جداگی کبود هست دوستان عزیز و هماورد او باشد از تحت پرچم IGF هنرنمایی میکند یا فدراسیون جهانی جودو و یک شیدو با دلیل قپیدن ناسزا با سبحت الله یادآور میشم که او از تیم پناهندگان یا مهاجران فدراسیون جهانی جودو است. تاموی نگه شادمان رضایف در حال اتفاق افتادن بود. اما خوب به نظر نرسید، ولی شادمان آمادگی خوب گرفته است با این رقابت ها. ببینیم در برابر این ورزشگر نوکر چه استعداد به نمایش میگذارد. ولی بعضا گمان میکنند بعضی ها که ورزشکار نوکر شاید در برابر ورزشگری با تجربه ما دستی بالایی را نداشته باشد یا کار کردن نتواند، اما چون بالای تتمی هستیم کار دیگر می شود. وحید سرلک این سرمربی تیم پناهجویان هست و سبحت الله عرب با جدوگی سفید گفتم ورزشگر تیم پناهندگان و که تحت پرچم فدراسیون جهانی جودو رقابت می کند و آنها تحت حمایت فدراسیون جهانی جودو هستند. شادمان رضایف ورزشگر 21 ساله تاجیک با جدوگی کبود هست. پرتاب سر شانه به نتیجه سوی سبحت الله یا آن که در نظر داشت به سمت چپ هم اصولهای مورد نظر را شادمان خوب اجرا میکند، اما خوشبختانه در این حالتی که یک ضد حمله یا یک عملکرد ماهرانه از سوی سبحت الله صورت گرفت، شادمان هم خوب دفاع میکرد. محمد مراد عبدالرحمنوف هم در یک فرصت هم صحبت میکرد با شادمان و با او چه توصیه میداد. شادمان رضایف در آغاز رقابت‌های حرفه‌ای خود در فصل‌های جودوی جهانی به ویژه در گرند اسلم در تل‌آویو بود که اوج اصول‌ها و یک ایپانی جذابی آسا تا به سمت چپ و خیلی ماهرانه کار کرد شادمان رضایف. اکنون امروز امید مدال برای تیم ملی جودوی تاجیکستان شادمان رضایف است، اما وزری میدهند ولی ما گمان میکنیم این ایپان بود. دوستان عزیز ببینید ایپانی که قبلا اتفاق افتاده بود او چندان ایپانی خوب نبود و یک بار دیگر تاموی نگه در اما از دستی حریف هم بسیار خوب میگیرد. در اینجا اگر اکیکو امانو داوری درجه بین المللی که این رقابت رو قضاوت میکند همون ایپانی دادهش قبول میشد، این بر سود شادمان بود، چون قوه در ذخیره داشته رو برای رقابت های بعدی احتیاط میکرد یا قوه موجوده را یا همون قدرت فیزیکی و یک عمل کردی زیبایی دیگر پایزنی با پای چپ داشت. کاساتو گاکی را مورد استفاده قرار بود. در لحظه دوم به نظر می رسد که در فنون جودو شادمان رضایف خیلی توسعه یافته است. با ویژه طی همین مسابقات قهرمانی جودوی جهان دو اصول بسیار زیبایی را استفاده کرد و اگر به این روش ادامه دهد امید داریم از او مدال در این روزی رقابت ها را ابتدا ساتا به سمت چپ اجرا شد، همان حلوک معمولی لب و بعداً ببینید چگونه یک پایزن کاساتو گاکی را با مورد استفاده قرار داد، پای خود را چنگ و با پشت پای حریف ضربه زد. این هم یک ضربه فنی جذاب شادمان رضایف بود که در دور اول به نمایش گذاشت خواهد شد. راول کاماچو داوری مرکز است. شادمان رضایف ورزشگر 21 ساله تاجیک از سمت چپ تصویر است با جدوگی سفید. او در برابر انری اگوتادزه این چهره ورزشگر 27 ساله تیم ملی جودوی پرتغالیا که او هم گرجی اصل است. اگر شادمان رضایف اگوتادزه را از صد راه بردارد پس پیش روی یک گرجی اصلی دیگر خواهد ایستاد. اگوتادزه که 27 سال سن دارد پرتافتی سر شانه میکند، سوی نگه ولی موفق نمیشد.
اشتراکچی بازی‌های المپیک و دارنده مدال برنجی قهرمان جهان است در سال 2021 در مجارستان. و شادمان رضایف یکی از ورزشگران جوان تاجیکی 21 سال سن دارد. او قهرمان آسیا میان جوانان و در 2 مرحله مدال نقره مسابقات آسیایی را در کارنامه دارد و یک طلای جام آسیا با ساتاگری و فرار از حمله حریف. به همین ترتیب یک فراری بسیار برقصدانه راول کاماچو در مورد شیدو قضاوت میکند یا نه. 1 دقیقه وقتی معمولی در حال تمام شدن است. شادمان رضایف هم به نظر میرسد در فرم معمولی خود هست. همین گورجی ها را از صدی راه بردارد. امید هست که حساب دیگر ورزشکاران را هم خواهد رفت. موقعیت از پسگیریبان و فرار از حمله حریف از سوی اگوتادزه بود و باید یک شیدو اینجا راول کاماچو بدهد چون بدون موقعیت گریخت. بله شیدو داده می شود با اگوتادزه. اگوتادزه اکنون یک کرد زد یا یک شیدو میگیرد. شادمان رضایف در حال خروش هست با همان روحیه که بدون ترس و هراس در رقابت های قبلی. یک پرتاب زیبای و وزاری اما در بخشی از سیکام وضع باید شادمان رضایف هوشیار و زیرک باشد. پایزنی اشیبرای رو استفاده کرد. موقعیت بسیار خوب. یک وزر دیگر. این هنوز پیروزی کامل نیست دوستان عزیز. اگرچه وقت زود میگذرد ولی 2 دقیقه مبارزه کردن برابر قدرت ها ایستادن اینها و مقاومت نادرست. دومین شیدو. این هم یک ضربه روحی به اگوتادزه. شادمان رضایف در حال خوب هست اما یک مراتبه دیگر اگر اجرای اصول کند بله تمای نگه و وقت کشی به این وسیله بگذار هرچی با جا باد و شیوه وقت کشی را باید به وسیله 1.5 دقیقه دیگر تا پایان فرصت هست. دیگر قدرت و توانمندی هنری اگوتادزه گورجی اصل هم نمیماند. این هم گورجی است. اگر این را شکست بدهد پس باز یک گورجی سخت پیش رو خواهد داشت شادمان رضایف. اما هنوز حرف زدن در مورد رقابتی شادمان رضایف و تاتو گریگالاشویلی فرصت هست. باید از صد این حریف بگذرد. اینجا شاید فلشته باشد و یک شیدو با شادمان رضایف. بله 1 دقیقه دیگر فرصت است تا پایان وقت معمولی. شادمان رضایف با همان عمل کرده که در ابتدای فعالیتش در رقابت‌های جهانی داشته بود با همان غرور. اما اینجا باید زیرکانه رقابت کرد به همین ترتیب که هست وقت کشی کند. بله با این شیوه دستی حریف را لط بدهد در کنسیتسو وضع چیزی نیست. داور میگوید رقابت باید ادامه کند. شادمان میتواند بله دستی حریف و اسیکامی وضع و بالاخره برای اما ببینید چگونه فرار میکند از حمله حریف اگوتادزه. شادمان یک مراتبه دیگر اگر اصول های خفه کردن رو شود نشود درست و دروغ استفاده کند تا وقت کشی کند پس با پیروزی دوم در مسابقات قهرمان جهان خواهد رسید. این پیروزی تاریخی با خواهد بود برایش چون قبل تر از این در قهرمانی جهان 2 پیروزی نداشته بود ولی با این ترتیب ببینید چگونه خوب عمل کرد از یک دستی حریف و اگر پایش اینجا از پشتی از پیش سر حریف قرار میگرفت وقت هم در حال تمام شدن است. یک حرکات دروغین دیگر و با همین ترتیب شادمان رضایف به مرحله 3 می رود. پیروزی دوم و تاریخی شادمان رضایف در رقابت‌های جهانی جودو مبارک باشد دوستان عزیز. اما
نگفته نماند که پیش روی شادمان رضایف قهرمان فعلی جهان هست. با همین روحیه، با همین انگیزه اگر در برابر قهرمان فعلی جهان تاتو گریگلاشویلی بیستد، امید هست که یک کارنامه دیگری رو رقم بزند. راول کاماچو هم حالی اشاره کرد. نوارهای آهسته را از صحنه‌های تکرار مشاهده میکنیم. بله، نماینده تاجیکستان یا پهلوان تاجیکستان شادمان رضایف در دور دوم هم ماهرانه رقابت کرد. ببینیم چگونه از این دهش برای به موقعیت استفاده کرد و یک گوجی اصل آنری اگوتیدزه پرتغالی را از صدر راه برداشت و به مرحله سیوم می رود، جایی که یک گرجستانی دیگر و آن هم سرسخت‌ترین برای تاتو گریگلاشویلی قهرمان فعلی جهان رقابت می کند. تاتو با جداگی سفید هست و شادمان با جداگی کبود. مشخصات این دو را هواداران و علاقه‌مندان ورزش بهتر می‌دانند. شادمان هم موقعیت دارد. ببینیم چگونه از آن استفاده می‌کند. جستی اولی تاتو به نتیجه بود و مربیش گفت که باید نگران نباشد تاتو. شادمان هم با غرور در برابر قهرمان فعلی جهان ایستاده. تاتو 2 سال کلانتر است نسبت به شادمان. پرتاب سر شانه و تامای نگه، دو پرتابی که هر دو کارآمد نبودند در برابر شادمان، ولی بعد از هر یک عمل کرد تاتو و مربیش می‌نگرد. شاید چیزی میگوید به سمت چپ. اکنون شادمان شاید همان غروره که گرجی ها در برابر پهلوانان ما میگیرند و از خود نشان میدهند و از آن لاف میزنند، شاید همان غرور را بشکند. شادمان قبلا هم شکسته بود، یک گرجی اصلی تیم پرتغالیا رو شکست داد و اینجا تاتو هم احساس میکند که در برابر یک قدرت هست که از کوههای آسمان بوس آب خورده، از طبیعتی بیکر هوا خورده است. اکنون ببینید پرتاب سر شانه تاتو، موقع قپیدنش ببینید چگونه با شور بود. ولی در این رقابت شادمان هم شعله‌دار به نظر می رسد، اما داور یک شیدو به شادمان داد با دلیل کمکاری. نباید نگران شد، خود را هیچ از حریف کم نگرفت. موقعیت قپیدن ببینید، وقتی از پشت میقبد شادمان چگونه خود را به سمت پشت پرتاب میکند، همون تامای نگه رو بر دروغ اجرا میکند گویناشویلی. اینجا با او باید یک کارد زرد هم میدادن یا یک شیدو، با دلیل اینکه با فراری به اساس از حمله ها حمله را مانع میشد. موقعیت برای اجرای یک اصول و تامای نگه از سوی شادمان. در هر لحظه با این چهره صحبت میکند تاتو، آن هم مربی تاتو. شادمان اگر از صد همین قهرمان جهان بگذرد، نگاه ها به او دیگر خواهند شد و امید برای نشان از این مسابقات برای تیم ملی جودوی تاجیکستان خواهد بود. خیلی عالی چگونه موقعیتی که در خط حمله داشت تاتو آن را برهم زد شادمان. از داخل پای یک پایزنی داشت، در حالی که موازنتش گم شد و شکم افتاد. این هم یک دفاع باید باشد، ولی داوران باید هوشمندانه به هر یک حرکات ورزشکاران توجه داشته باشند. تامای نگه به نتیجه. اکنون موقعیت برای کنترلی و در تامای نگه در بخش پسیکامی وضع در برابر گردستانی ها بسیار مشکل هست. از این رو با این چیز شادمان
خودش درک میکند که نباید توجه کند. ببینید چگونه اینجا برداشت و زدن بود. اگر امتیاز میدادند به شادمان نظرها شاید دیگه خیلی میشد در اینجا. در حالی که ولی این پرتاب چی است؟ هیچ چیزی نیست. دوار میگوید چیزی نیست. روبرتا کورلیا شادمان در حالی که برداشت و پرتاب صورت گرفت. یک مرتبه دیگر ببینیم. شادمان به قسمت پهلو افتید. ولی همون سمت رو شادمان باید واگذار نکند به حریف. ولی وزری بوده است دوستان. وزری بوده است چون سرعت پرتاب هم خیلی سخت بود. به نظر میرسید که توجه شادمان لط برداشت. با حریفان سرسخت در مرحله سیوم رقابت کردن. این هم چندان شانس یا طالعی خوشاینده نخواهد بود. ولی اگر پیروز شوند خوشایندی خواهد داشت. بار دیگر به همان سمت و این بار دفاع خوبتر بود. 42 ثانیه تا پایان. داور میگوید باید ببینیم نوارهای آهسته رو. اینجا وزری نیست. و دفاع با سر رو داور میگوید ببینیم. اگر دفاع با سر باشد خانسو کمکی. 42 ثانیه تا پایان وقت اساسی باقی ماندن. همانطور که در نوارهای سوس کرده شده دیدیم شادمان رضایف با سر دفاع داشت و این باعث به آن شد که داور با او خانسو کمک بدهد و تاتو گریگالاشویلی این چهره قهرمان فعلی جهان به مرحله چهارم رقابت ها رفت. یک بار دیگر ببینیم. این پرتاب بود که یک وزری پرتاب سیاه نگه برای تاتو گریگالاشویلی و این روش رقم خورد و بعد از اون در پرتاب دوم تفضیل شد که شادمان به سر رفته.